بهترین گوهری گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. السلام علیکم بیننده های ارجمند. برنامه نوبتی گلستان معنی منظور شماست. در صحبتی ما دوستی دانشمندی ما مقصودی عارف زردن. خوش آمدید میگم شما را. راستی اطراف هر یک برنامه های گلستان معنی واکنش بیننده های ما زیاد است. همیشه ضمن ملاقات، صحبت های سری راهی، گفتگوهای روبرو یا زنگ های تلفنی حتما ارادات اخلاص خودشان به برنامه بیان میکنند. میگویند که سپاسگزاری خودشان را گذاشته از این تلقی میکنند، توصیه میدن که همین گونه صحبت هایی که واقعا در تفسیر میراث نیاگان ما نگرانده شده است بیشتر باشد تا آنها نیز از این صحبت ها بهره های معنوی نیز گرفته باشند. به شما نیز تشکر میگم. و امروز راستی ضمن آمادگی به موضوع نوبتی بازم توجه کردم به گردیدامان قسم یکم که در بیت 41 آن یک بیت حافظی لسان الغیب. اصلا همین برای چی لسان الغیب میگن؟ من یک جای خوانده بودم، نظرم زمان دانشجویی بود که یک دانشمند در توصیف حافظ گفته است که حافظ برد آن دست یافتن آن به گفتن آن معنی های بلند از آن است که او توانست به همان خزانه معنوی خداوند راه یابد که از آنجا مثلا دردانه های واقعا بسیار سفته را پیدا کند و آن را برای امروزیان گفته باشد. و یک بیت حافظ اینجا به چشم خورد در مورد میگوید که حافظ مطرب بساز اود که کسی به اجل نمرد. مطرب بساز اود که کسی به اجل نمرد و آن کس که نه این ترانه سرایت خطا کند. یک عجایب. این تو چه اندازه از یک طرف ما فکر میکنیم بنیاد آسان نوشته شده. بله یکان کلمه های دشواری ندارد. بله یک گویانی که عرفانه نشه شدگی یک عادتی خصوص یک چی دارد مطرب بسازود که کسی بی اجل نمرد و آن کس که این سرود سرایت خطا کند. یک گویانی که همین مصرا با شرح و توضیح نیاز ندارند، لیکن در اصل این هم باشد چیزی که پیشتر گفتیم در اساس آیات های قرآنی، در اساس احکام شریعتی نبوی و احادیث نبوی نشده، در اساس آن مشاهده های پیشینه و گفتار همین نیاکان نشده چیز است. ما شاید از آن که همون الف بای نیاکان الف بایی که ما پیشتر استفاده می بودیم از بین رفته است، ما استفاده نمی بریم. لیکن در اصل اگر همون چیز اگر می بود یا شخصی می بود که همون رو خوانده می تواند و می فهمد که همین کلمه اجل با الف نوشته می شد. اجل الف که نوشته و هست کلمه که با عین نوشته می شد عجل می شد. آنه که با عین نوشته عجله کردن یعنی سراسیمه شدن، عاجلان بله عاجلان یعنی همون یا رسانه عاجلی هست که سکوره پامشون میکنه، این با عین نوشته میشه فوری عجله کردن یعنی شتاب داشتن و تیزانیدن زود کردن است. عجله که با الف نوشته میشد وقت است ترجمهش. وقت فرصتی است که برای من و شما جدا کرده شده است. عجلش آمد میگوید که نه عجلش آمد، لیکن وقتی که ما بین خودم عجلش کشته کرده است یا عجلش آمد گلگه تمام گفتنی گپ یعنی مرد گفتنی گپ در اصل خیلی این هم چیزی که من پیشتر گفتم قید کردم اساس قرآنی دارد. در مثال در یکی از آیات های قرآنی چون نشده که کل یجری الی اجل مسمى یعنی همه چیز که دور میزند، همه چیز که زنده است، یعنی از سلسله مثال آدم از نابودی بود شدن، از بود باز نابود شدن، یک سلسله معینی گردش دارد، یعنی نفس دارد، جان دارد، دور زننده است، گرد کننده است، حتما ابتدا و انتها دارد. حتما تا یک
جای معین تا وقتی معین میگردد کلو تمام چیز یجری میرود الا تا سوی اجلون الف که نشده اجلون مسمى یعنی تا وقتی معین مسمى ما مثال عادی هست پرابلم هست آن چیزی که معمایی هست که مثال عادی سربسته است ما حل کرده نمیتونیم از عقل ما نیست انا برای همین هم گفته عیسی از قرآن با همین چیز اشاره شده که تا وقتی مسمى یعنی تا یک معمایی که سربسته است و سیر است یعنی وقتش معین برای ما نیست تا همون وقت تا همون جای تا همون چی رفته میرسد یعنی انتها دارد گفته است یک چیز دیگر همین که در بعضی جاها نشده که آن چیزی که ما مثال اجل گفته در عرفیت استفاده میبریم در اصل کلمه معین و مشخص نسبت این چیز هم در قرآن و هم در شریعت اسلامی اشاره های عمیقی دارد یعنی چخوری دارد و عمیق هم دارد چنین معین هم دارد و موت است یعنی مردن فوتیدن بله متوفای نو رفته گفته ایسا دوام میکنن یعنی با مرده نو رفته گفته نگه آن شخصی که مرد گفته نگه اگر این رو گیریم اگر از همین چیز گیریم اگر یک باز هم آیت قرآنی میگوید که خداوند کریم میفرماید که یدرککم الموت اینما کنتم نه تا کجایی که نباشید در کجایی که نباشید موت گفته ایستاده است نه اجل یدرککم الموت گفته موت یعنی مرگ من این مرگ میشد مرگ شما را در مییابد درک میکنه درک کردن یافتن یافته گرفتن است درکش یابید نگم یابید و گرید گفته نگم یعنی موت مرگ شما را در کجایی که نباشید حتما یافته میگیرن این چیزی ما هست ما خوب میدونیم که این آن روزی که تولد شدیم یعنی این ابتدای ماست آن روزی که ما میفوتیم این آن روزی که ما باید اینجا رویم یعنی موت می آید و همین چیز وقتش چی است و عجایب کار همین است که وان کس که این را سرایت میگوید یعنی باز هم در اساس عباره آیت قرآنی که مثل سوره اعراف اند به فکر من خطا نکنم یک آیت عجیب بخش است خداوند میگوید که فاذا جاء اجلهم و وقتی که وقتشون می آید گفت یعنی مرگشون نه مردنشون نه وقتی که وقتشون می آید البته زیر این اجل فوتیدن رو در نظر دار لیکن کلمه بازی کنیم اگر اینجا وقتی که وقتی رفتنشون می آید میشد و وقتی که وقتشون می آید لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون یگان ساعت یگان ثانیه تأخیر در برنامه رفتن آنها کرده نمی شود و یگان ثانیه دیگر یستقدمون یگان ثانیه دیگر برای آنها کفایتا یا اضافتا تقدیم هم کرده نمی شود یک برنامه معینی چی دارد که همین ثانیه به ثانیه باید برای بعضی میگه که برای چه همین خداوند یک دو بگذار یک دقیقه دیگر میداد از وقتی از اجلی ما از وقتی ما یک دو سه ثانیه دیگر پوش میکرد گفته بگذارش نیست خداوند کارش خودی ساعت برین همین ساعتی ما میگیم شویتزارسکی چیزی ثانیه به ثانیه میکروثانیه به میکروثانیه این همین که از آمدنی مثلا از رفتن ما شاید که من شاید خطا کنم خداوند البته سیر رسول از رفت در وقتی خود رفتن ما شاید که وقتی آمدن دیگرها در همان بسته باشد وای دیرتر میبیاد یا یگان خواست خداوند دیرتر میشد یا یگان قسمی برنامه پروردگار ویران شده یک ساعت است برنامه همین آدمان ساعت است بله انا برای همین هم گفتم همین مضمون گوش همین که یکمش این که باید اول دانش که یکمش این که بی اجل یعنی بی وقتی خود یا اون کس نمرده است یعنی خرسند باشتون تا وقتتون نبیاد اگر شما از این دنیا نمیریدون ولی آن شخصانی که فکر میکنن که این چنین نیست خطا میکنن چون که شما باید تگرید از این چیز بسیاری چیزا وابسته است رحمت بهترین حضور شما گفته چند چیزایی و مثلا هر دیمون بسیار اطرافی
واقعا هم یک اثری عجیب بسیار یک گویم پندپذیرم هست ماستر ای مارگریتا ماستر و مارگریتی میخیل افناسیش بوگاکوف همین یک اپیزود یک لحظه هست اونجا میگوید که انسان میرنده است و یک فوکوس یعنی все фокус в том что это происходит внезапно и ногоhoni میاد این میگوید و все это фокус همه گویم حالتی گویم معجزه یک ناگهانی از اون که این ناگهانی میرود این ناگهانی برای من شما ناگهانی است لیکن برای خداوند این وقت ما الان بگوید که الی اجل مسمى تا وقتی معین شد در نزد خداوند تا همین وقت میرن میگه من شما از این چیز بیخبر خلاص من یک چیز رو گفتنی هستم در همین در ادامه همین چیز مسئله اجل یعنی وقت آمدن و رفتن یعنی فوتیدن یکی کوی بی نهایت عجیبی در مثنوی معنوی آمده است یک شهروندی فقرا میگن فقرا شهروند گفتن دیگه فاقیان و یک فقرای عهدی سلیمان پیغمبر و دوری پیغمبر سلیمان بودنش یک سحری دویده میداره نزدیک چی با نزدیک پادشاه دویده میره میگه که نوحش خیستگی هم دیلش تیزه سوکازو که چشمش کلون شدگی حالت ایستی رو من سلیمان میگه ها چی شد یه میگه دمی سحر خیسته کار میکنه ایستم حضرت عزرائیل آمد لقب حضرت عزرائیل قابض است قبض کننده جان کننده گرفته نداره خواب آمدم و میگه من بگو سخت نگاه کده برو رفتم ده چه که سخت نگاه کده نگاه میکنم میگه فکر میفرم نگاه میکنم با فکر میفرم نگاه وقتی من آبرز میگم همه چیز رو نگاه میکنم سرشون میگم با فکر میکنم که سو رفتم من فهمیدم که من درک کردم که با فکر من برای قبض جانی من آمدگی همون علاجش نمیام یک شمالت به امر میکردی که تا که من از زمین تو گرفته دیگر جا برد که بار دوم وقتی که میبینم من رو نیابند در همینجا گفته سلیمان همین امر میکنه شمال گرفته میبرد هندوستان میبرد حضرت سلیمان در تمام در دیگر منطقه زندگی میکنن دیگر منطقه با همون شمالش گرفته میبرد یک چندی وقت بعد از همین حادثه میگذرد از سبب اونه که فرشتگان یک خصوصیتی بعضا احیانا آمده با پیامبران نشسته صحبت داشتن حضرت عزرائیل هم صحبتی حضرت سلیمان به میمیون و هم مسئله خودشون رو صحبت میکنن گفت میکنن همین سلیمان همین حادثه اسلام میدونه که ها گفتن چرا میگن دو سه وقت پیش آمدگی بود یک شهروند بیچاره من میگن اینقدر ترسانی در رفتی میگن من هم حیران شدم میگن حضرت عزرائیل چی بود که همان روز عزرائیل قایده میگن وقتی که سحر تقسیمات شد همون شخص که از شهروند تو است در روی خطی باید که من باید جانش رو قبض کنم نوشته شده است میگن نوشته لیکن میگن جانش رو من باید که از هندوستان باید قبض کنم من هندوستان رفتم میگن خوبم کافتم میگن نیست هندوستان نیست وارد از اونجا پریده رشته عبال همین دوی منطقه تو گذاشت بینم گشت از فر آمدم نگاه کردم که همون باشد نمیگفتم یا نخود خداوند خطا کرده باشد این جانش من باید هندوستان بگیرم جانش باید در هندوستان گیرم اینجور گشت از همون اوی کردم خیال کنم یک گفتم رفته پرسم که نخود خداوند خطا کرده باشد که چه شد که همین خطاگی راه داده راست بالا بر اومدم نزد خدا میگه حالی دهان من نک شده خداوند گفته است که دو و حاضر همون سلیمان از روی برنامه ایم که منستوگه حاضر سلیمان امر کرد شمال بوده همون هندوستان به بوساس آنجوری تو باید وای رو گیری تو خطا کردگی نی من خطا کردگیم نی رو از دیگر میگه همین من رفته میگه همین فرا میگه شمال تیم همین آمده میگه همین پشت زمینی همین هندوستان رسید و میگه من جانش رو قبض کردم رفتم این حکمتی است که مثلا هیچ کس از مرگ گریخته نمیتوند یک یعنی یدرککم الموت اینما کنتم در کجایی که نباشید حتی یک عباره عجیب است یا بروج مشیده میگه در قرآن یعنی برجی که از همه دورترین برج است در همین کائنات
حتی میگه در همونجا باشید هم میگه رفته میگه از 7 قبت همین زمین باشد هم یافته میگیرد درک میکند یافته میگیره چون که اگر هندوستان با پاش رسم نرسمند برداشته رفتگی چون که همین چیز نوشته شدگی یعنی وقتش آمدگی اجلش آمدگی وقتش آمدگی و باید بله تشکر بعدی اونه که مراتب اول خواند و اینجا دوستی عزیزی ما تفسیر کردن و دیگر برای خودم باز نیز یک معنی دیگر که مطرب بساز اود که کسی بی اجل نمرد یعنی مطرب سراینده اود این یک دستگاه نوازندگی که خطاب به خود انسان است که این انسان اون آهنگی را که واقعا می سرایی سرا و این ترانه که سراییده می شود در این ترانه کسی خطا نمی کند در مورد اونه که هر یک نفر نوازنده یعنی نفر زنده چشنده مرگ است و کسی که از این مرگ فراموش می کند از این ترانه فراموش می کند خطا می کند بله تشکر رحمت کلان و یک بیت دیگری که مثلا از اهل تصوف است بازم عطاری نشاپوری رجوع کردیم که در بیت 43 گرد دومون قسمی یک میگوید عطار بحر الطاف تو بی پایان بود ناامید از رحمتت شیطان بود اینجا علاقه بازم در مورد آن که خوب معلوم است که انسان زندگی میکند عمر میبیند در برابر همین همیشگی از یاد خالقش دور نباشد به خاطر آنه که ادامه سخن از شما که استاد درست ما بعضا مایوس بشیم ما مایوس گفته ایستاده آدمی که یک حالتی رو میکشد که گویا تمام از یگان جا بوی امید نیست خیلی که میگفتن یگان دیگر چیزی نیست که با چیز تدبیر شده باشد لیکن همین هم باشد در همین حالت به نهایت دشوار و ناگوار یک چی ما باید که از رحمت خداوند کریم ناامید نباشیم این هم در اساس آیت لا تقنطوا من رحمت الله گرفته شدگی چون که خود گفتی لا تقنطوا بله این اگر بعضی تماشابین ها شاید خوانده باشن 4 کتاب گفتگی کتاب بود پیش و میخوندیم اما قسمی 4مش از عطار گرفته شده بسیاری همین چی غزلان شعرها در همونجا هست یعنی رحمت خداوند کریم یکمش این که این لطف است رحمت لطف پروردگار است اول بحر الطاف تو یعنی بحر گفته ایستاده اقیانوس یک بحر یک جایی که مثلا الطاف لطف های تو بی اندازه بی کنار است خداوند آن بحری به حد و کنارش رو برای من و شما پیشنهاد میکنند میگوید که حتی دعوت میکنند و یدو دار السلام یعنی به دار سلام به دار بحری لطفا من شما رو تکلیف میکنم به جای با آن مکانی که مثال در آنجا صلح پایدار است و امن است گفته عیسی رو هم میکنه این هم یک بحری بود چی است یک چیز دیگر همین که در سوره یوسف وقتی که حضرت یعقوب فرزندشون رو گم میکنن از دست میدن موقتا البته حضرت یوسف رو چقدر گریه میکنن همه که گریه میکنن که حضرت یعقوب در وی گویم هجرت یوسف البته هجرون همه قدر گریه میکنن که همین وحای سیاهی که چشم اخیر سفید میشد یعنی چشم نابینا میشد و چشم نابینا میشد لیکن همه قدر گریه میکنن پروردگار یک آیت همین و یک چی نازل میکنه خبر میرسونه یک مژده میرسونه به حضرت یعقوب که تو میگوید از چی لا تیأسوا من روح الله گفته ایستاده آیتی رو نازل میکنه یعنی تیأس مایوس مشه یعنی از روح از بوی امید مثال از بوی امید از رحمت خداوند یعنی خداوند حتما تو چیش رو میرسوند کمکش رو میرسوند و دیری نگذشته ایستاده باز هم با امر خداوند آن چیزی که داشتن چشمانشون بینا میشد و با دیداری و فرزندشون میسر میشن اخیرش میرن که کانون میرن کانون رفته ایستاده تک از کانون برآمده و میرن مصر میرن با تکلیفی حضرت به یوسف و میبینن دیدار میکنن. حالا برای همین هم من گفتنی هستم که
این حیات من و شما به بی‌نهایت بسیار پسیاه هست. حیات فقط از بلندی عبارت نه. اگر یک بلندی داشته باشه 10 پستی دارد. وقتی که ما پسترینش میفهمیم، عموما یک حالتی میفهمیم که تمام مایوس میشیم، از دستمون دیگر هیچ کاری نمیاد. ما نباید که دل خسته و یعنی از امید رو از رحمت خداوند بر کنیم. نه، بجای آن دعا کنیم، پرسیم، توبه و تضرع کنیم، پروردگار حتما میرسوند. چون خودش وعده کرده است که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشوید گفت. بله. یعنی امید بندید، از من پرسید. و آنی که میپرسد، چون در روایت‌های آمده میگوید که ادعونی استجیب لکم، وقتی که شما از من طلب میکنید و دعا میکنید من حتما آن را مستجاب میکنم برایتان. میگوید اجابت. ما خدامون نمانده ایم. بعضی میگن که رسول من یعنی خداوند همیشه با ماست. خدا با ماست. این الله معنا، این هم آیت قرآنه. خداوند با صابران است. همین آیت درباره صابران صبر کننده. نه، این الله مع الصابرین، یا این الله معنا، خداوند صابران را چون دوست می‌داره، صبر کننده را میگه که شما ما باید همین رو بگیم خداوند با ماست. بله بله. ما او میکنیم که ما موندیم و همین پرابلم رو به روی یک به یک موندیم و تمام ما هیچ کس کمک نه. این خیلی نه. خداوند بیننده است. خداوند هر جاست. خداوند شنونده است. هیچ کس مویه پرابلم هم که یک به یک موندگیش نه. خداوند همچنان مهربان که پرابلمش هم میگه بایانات به میستاد، گفته میستاد که تو پرابلم چه باید حل کنی. از همین گفته‌های وای ما درس گرفته ایستاده همه چیزا اساس کننده کار. ما فکر میکنیم ما رو هیچ کس نمی‌تونه. بعضی حالات‌ها میشه یک کاری که میگن نامعقولی میکنن قدم میگن گویا که هیچ کس نمی‌دونه. خب از چشم آدم شما روش میکنید. اگه خداوند چشمش دائما گشوده بود لا تأخذه سینه ولا آن چشمانی کلان گشوده خداوندی که عموما نه پینکی میگیرد و نه یک غنمش میبیاد. دائما گشوده چشمانی پروردگار. و بیننده است. چشم مبین نیه و هست به ذات خودش. حالا میخیل. تشکر. یک حاضر شما گفتید و یک بیت یادم آمد. بدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیده سو از دور خدایا میکرد. یک حکایه هست از مثنوی. یک نفری شب و روز شبها در نماز تهجد بود است. قیام اللیل و روزانه همیشه در عبادت و سجود بود است. و 30 سال در همین حالت، اما همین گونه حالتی که شب شیطان به خوابش میدارن میگه تو در همون حالت هستی که 30 سال این جانب خدا میگه اما خدای تو به تو لبیک نمیگه. و از خواب بیدار میشد، فکر میکند، ناامید میشود و از عبادت کردن باز میایستد. و بعد چند به خوابش فرشته رحمان میدارد و میگه که اشاره میکند که تو چرا از عبادت کردن باز ایستادی؟ میگه خدای من به من لبیک نگفت. گفت او لبیک میگوید اما تو نشنوی این عیبی تو است، عیبی نیست. یعنی همیشه که سخن در مورد صدق میکرد که اگر ما عبادت کنیم این عبادت صادقانه باشد. که چیزی که بسیار گفتید همون یک با حکایت دیگر هم هست ادامه همین که نفر دست درازی کردن میخواد، زنا کردن میخواد، میگه همین درها رو بسته بیا. اون زن همین درها رو میبندد، میگه همه درها رو بستم بجز اون یک دری که خداوند من تو میبینه و من وای در بسته نمیتونم چون خدا دیداست. و حضرت داوود هم همیشه شده گفتی. حضرت داوود وقتی که همون آزمون میگم استینا پلاچه، ویلیک استینا پلاچه که در بیت المقدس، در بیت المقدس همون وای شدگی یروشلیم. الان وقتی که بینای مسجد رو میسازد، و میگه که خدا من یک بینای میسازم که یگان موشه بگو در اومد نمیتونم مرحمت همش میزه به همین یگان سوراخی نیست، یگان اقلا مار نمیدارد قوتی در آمده نمیده همین قدر چی دارد. وقتی که میسازد میسازد خودش درون میماند، به درون ها کذا حیران میشه چیکار کنه که این من چخیل از درون ساختم ولی هم خودم چخیل میبرم که خداوند هم تو آواز میبرم میگه خواهی میگه اکو چخیل که میبروی از اینجا یکی ماشه که پروردگار اسم میکند که بعد درونان دوباره میگه نقص کردی خمان اکو خودت تو فکر کردی تو از این چخیل میبروی نه در موندی نه تیریزه موندی نه سوراخی موندی باز هم با کمکش
خداوند نشان میده که من اینجا گواهی ایستاد میبرم گفته ما تصور کردن نمیتونیم اون چی که پروردگار میتواند میگه از جای غیبش لم یحتسبوا اینا میباره که در قرآن که خداوند کمک خداوند از همان جا میرسد که شما لم یحتسبوا انتظار نبودید شما میگید همین چیزا هست. بله تشکر. واقعا همین خودی مولانا اینجا در ادامه همین چیز یک بیت مولانا رو نیز آوردید که از خدا جوییم توفیق ادب به ادب محروم گشت از لطف رب. واقعا هر یک بیتی که مثلا همین گذشتگان ما گفتن چیزی که در آغاز صحبت گفتید که در نظر اول یک چیزی که هر یک کلمه‌اش برای ما شناس است اما زیر اون کلمه ها اینقدر یک اشاره های هست که همه اون برای ساختن یا تکمیل دادن انسان و توجه میکنیم به یک بیتی سعدی بزرگوار میگوید هر سو دعوت کن هر سو دعوت آن کس زیبری خیش بیراند و آن را که بخواند بدلی کس ندواند. اینجا از سوره غافر نیز مثلا شما یک چیزی که در بالا کرده در مسئله است که یعنی شما دعا کنید بله من اجابت میکنم. ما بعضا و میکنیم که چون همین ما نمیرسوند یا چون خدا ما نداد یکمش که ما قدر کرده نمیتونیم اون چی که داریم همه چیز داریم و قدر نمیکنیم بعضا یک سپاس یک چیزی عادی ترین یک بار آخر دهانه گرفته خدا را شکر گو ولی این شکرتم لازیدنکم وقتی که بودگیش به ما شکر نمیکنیم پس ما از خداوند مثال عادی یک چیزا انتظار میشیم بودگیش به شکر نمیکنیم. آیا هر سر از جایگاه ما درست سلامت برمیخیزیم نعمت نیست؟ آیا آنچه که پاهامو هست راه میگردیم نعمت نیست؟ آنچه که دستامو هست کار میکنیم چشمو هست میبینیم گوشمو هست میشنیم زبان داریم میگم آیا نعمت نیست؟ شما همین چیزها ما مثال عادی شکر نمیکنیم ما فکر میکنیم که نعمت خداوند نمی این نعمتهای خداوند نه انسان نفسش همین قدر که اینها هیچی بغیر از این بوم من شخصا یک چیزی دیگر رو پرسیدم که گفته یک زانه خداوند انسان عادی در این دیگر مسئله بود مثلا که مثال عادی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در اینجا برداشته ایستادن مضمونا آنی که اگر خدا خواهد همین چیزها همین آدم رو آواره کرده در یک کس رو نمیفرستد همین از جاش خیست که همون چیز محیا است میسر است لیکن اگر نخواهد و آواره میکند و از همه چیز عجیبش همین که در همین آوارگی یگان چیز به ما میسر نمی و این حکمت دارد از دیگرها از دست دیگرها نمیبیان انسان در همین روند همین جستجو در روند همین آنی که رفت و یگان چیز پیدا کرده نتوانید انسان باید قیاس کند که چیزی تیار بود من یک بار سپاس نگفتم خداوند من هیچ درب نداوند اما بعضی وقت بیپول میگه در بدر میداریم که رفتش کو قرض گیری میکنم بود گفته یا درد اگر ما رو فرا گیرد خدا نخواهد و تا رفتنش اینقدر مثلا پای سوخته میشه حالا میخوام در جوی دو همون چی در فضای چی اینترنتی همین چیزها هست برآمدگی یک موی سفید آمده 30 سال بعد آمده رفته ایستاده دکتری دندان میره پزشک رفته دنداناش وای بده خد دنداناشو میکنن و وای به چی پیشام میکنن پرداختی واسه بی پول نکوز خود بله یگان خیلی رفته ایستاده ببینن خد راه گویم $700 نشتگی این کجایی هست وای باشد $700 وای و میگیرد موی سفید گریه کنه که دلش چی دکتر رحمش میگه به گیره نکنید $700 باید نکنید مانده و هست برنامه دولتی هست امتیاز هست شما امتیاز دارید ما پولش میتیم برای پول نمیگه پسرم ما پول بگیرید کاش کنید من پولم بسیار میگم من تماما دیگه چیز بگیری کردم همین 90 سال یگان مراتب یگان جام چریقاس کردگیش نه یگان جام بر کردگیش نه یعنی شفا داشتن بعد سالم داشتن الان همین یک تا دندانم در کردم $700 میسونه میتونم و چند هم نمیدن پروردگار 90 سال همه قدر سالمی دادگیش به یگان مراتب از من یک تینته گفتگیش نه
و گپ وایندیم دی بله ما همه چیز داریم یک بار همین تنور جانی سیاتی خودمو یک بار شکرگزاری نمیکنیم بله بله ثانیه گیری کردم میگردیم میکنم همین نکته به معنی دیگرش همین زمانی که کووید خیلی خروج کرد این گویم واقعه رو به ایتالیا ربط دادن یک موسیفید کلانسول رو که چند مدت زیر دستگاه نفس کشی قرار داشت و از او یک مبلغ کلانی رو طلب کردن از پیوندانش که تو این مدت این موسیفید چند هفته زیر این دستگاه قرار داشت این مبلغش فلان پول موسیفید خیلی میگیرید بعد اون که آگاه میشود که پیوندانش برای زنده ماندنی اینقدر خراجات کردن میپرسد برای چی میگیرید گفت من از آن نعمتی که خداوند برای آن نفسی آزادی کشیدم که مثلا چیزی نپرسید من فهمیدم که انسانیت چیزی که اختراع کرد برای اون تجهیزاتش از من اینقدر اما خالق من یگان تین نمیپرسد از من چیزی نمیپرسد یک بار همین ما خودم سوال نمیکنه همین بی پول داده مونده است بی پول خداوند یگان چیز نمیپرسد بغیر از اون که با ادب باشین نکوی کاری کنتون بر این وضعی اون یگان زیاده از این چیز نمیپرسد ما یک بار همین چیز به آخر شکر کردم ده کار می یا او گفتی رو صبح یا خدا ابیازم میمونه آخری که همین خیلی مناسبت میکنیم خالق کیم مخلوق کیم وای آفرید از مورد یک بار رحمت گو خالق کرد چی جایی وش است همین خیلی قیمه خدا رو شکر گفتن قیمه وقتی که انسان شکر نمیکند شکرگزاری نمیکند نمیخواد یا از خودش میبرد و هیچی دیگر به زیاده از اون میسر شد نمیتواند گرفته نمیتواند مهیا نمیشد برای چیز شکر کردن نکن یک فیلسوفی در یک اندیشه های خودش با عنوان مصاحبه با خدا گویا گفته است که من چون پرسیدم خداوند گفت بر رفتاری آفریده هایم هنوزم حیرانم آنها چنین زندگی میکنن که گویا نمیمورن گویا وانش است که چنین سرایت خطا کند بله و واقعا ما فکر میکنم بیننده های عزیز این مسئله هایی که امروز دوام نیم ساعت ما در این برنامه مطرح کردیم راستی همگی سی باید اما زیر این باز اینقدر گوییم با یک دو برنامه دیگر صحبت کنیم هنوزم کم است اکتفا نمی‌کند به خاطر آنه که هر یک نکته هایی که گذشتگان ما گفتن آنها نفران آگاه بودند آنها نفران عارف بودند آنها از کلام حق آگاه بودند آنها از تضادهای زندگی خودشان اینقدر برای خودشان یک بهره های گرفته بودند و این رجوع ما یک رجوع است که برای امروزیان در شناخت میراث نیاگان شکرانه این زمان استقلال چون سخن در انجام صحبت ما در مورد شکرانه رفت نه تنها تنیسی هست شکرانه آسایشتگی امروز که امروز برای ما اینقدر شرایط ها فراهم است در مسئله پیش از همه کسب یافتن در مسئله خواندن علم یافتن شرایط ها امکانات ها گوییم کتابخانه نمیرویم زیر دستی ما در پلنشت در تخته های الکترونی همه آن برای ما مهیا است آسان کرده شده است بله و فکر میکنم ما تنها میگیریم و میخوانیم و بهره ور میشویم و این صحبت ما نیز ادامه منطقی همون گوییم اقدام هایی که امروز ما داریم اقدام هایی که امروز دولت ما دارد اینجا به شما برای اشتراکتان تشکر میگویم و تا برنامه های نوبتی خانواد و سربلند و کامیاب باشید خیر